سلام به همگی، من محسیما. خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. قرار اینجا گرامرهای سطوح مختلف زبان آلمانی رو در ویدیوهای کوتاه داشته باشیم. در آخر اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و تو کامنت ها بگین دوست دارین چه گرامرهای دیگه‌ای برای هفته‌های آتی داشته باشیم. ممنون از نگاهتون. خب شروع میکنیم با مباحث نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو که مباحثی در ظاهر کمپلیسیرد پیچیدن ولی در اصل واقعا آسون هستن. یعنی امیدوارم که شما تو این ویدیو اینا رو بتونید به راحتی درکشون کنید. خب نومیناتیو حالا اگه بخوام به صورت فارسی بیانش کنم میشه جملات فاعلی، آکوزاتیو میشه جملات مفعولی و داتیو میشه جملات متممی. این سه تا abhängig von verben هستن، یعنی وابسته به ورب هستن، یعنی ورب ما هست که تعیین میکنه جمله ما نومیناتیو نیاز داره، آکوزاتیو نیاز داره یا داتیو نیاز داره. میریم اول شروع میکنیم با جملات فاعلی که آینفاخه هستن و کلا شروع یادگیری شما در سطح آی1 با جملات نومیناتیو هست که فقط نیاز به سوبجکت، فاعل و ورب دارن و حالا بقیه اجزای جمله که نقش خاصی ندارن، یعنی در صورت ادجکتیو و اسم شخص و اینا هستن. اول شروع میکنیم با پرسونال پرونومن یا ضمایر شخصی در نومیناتیو. ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie و sie. این اس بزرگم که میدونید به معنی شما یک نفر مؤدبان است. همچنین آرتیکل ها رو توی نومیناتیو چک میکنیم. der, ein, kein, mein, dein, sein. حالا der bestimmte آرتیکل، ein unbestimmte آرتیکل، kein negative آرتیکل و اینها پوسسیو آرتیکل یا آرتیکل های مالکیت هستن که برای هر شخصن. die, eine, keine, meine, deine, seine و غیره. das, ein, kein, mein, dein, sein و غیره. و همچنین die پلوغال که اینجا مهمه که باید بدونیم که die پلوغال اون bestimmte آرتیکل نداره. keine, meine, deine, seine و غیره. اگر دقت کنید دی ها حالا چه مفرد فمینین و چه جمع ا میگیره آخر این bestimmte آرتیکل و حالا پوسسیو آرتیکل ها. خب توی این حالت ما میگیم فقط به فاعل نیاز داریم و به وربمون نیاز داریم. یعنی میگیم سارا kommt فاعل و ورب. حالا من میتونم بگم این جمله فاعلیه و به جای سارا از ضمیرش استفاده کنم، بگم sie kommt. یا مثلا وربی مثل هایسن، ich heiße محسیما، من نامیده میشم محسیما. این جملات کاملی هستن، ما به چیز دیگه‌ای تو اینا نیاز نداریم برای اجزای اصلی جمله. سارا و مینا sind müde, sie sind müde. سارا و مینا خسته هستن، آنها خسته هستن. حالا من اینجا به خاطر اینکه یه تعریف کلی هم به دست بیاریم مثلا من میگم der Mann kommt، یعنی ما تو جایگاه یک همون پوزیشن یک که سوبجکت هست فقط اجازه داریم که آرتیکل های نومیناتیو رو استفاده کنیم. حالا چه با آرتیکل، چه ضمیره، چه اسم شخصه، تو جایگاه فاعلی یا اسم شخصه یا ضمیر فاعلی یا نومیناتیوی هست و یا اسمهایی با آرتیکل نومیناتیو هست. میریم سراغ بخش بعدیمون که بخش آکوزاتیو هست که بهش میگن مفعولی. اینجا اصولا یه سوال وس، یعنی چه چیزی را برای شما ایجاد میشه. سوبجکت، ورب و آکوزاتیو تو جایگاه سوم هستش، یعنی ما نیاز به یک کلمه دیگه تحت عنوان آکوزاتیو در جایگاه سوم داریم. حالا این تغییر اسم رو، اینکه آکوزاتیو چه فرقی با نومیناتیو داره رو ما میتونیم از طریق آرتیکل نشونش بدیم. تغییر تو آرتیکل ایجاد میشه. همونطور هم که گفتم اینکه جمله به چه چیزی نیاز داره بستگی به وربش داره. مثلا کافن، خریدن. اوکی، من خریدم. این سوال ایجاد میشه که چه چیزی را خریدی، یا ذهن، haben, brauchen, nehmen. اینا همه این که was brauchst du, was hast du, was nimmst du. چه چیزی را تو با این ورب ها حالا نیاز داری، میخوای انتخاب کنی و خیلی چیزای دیگه. پرسونال پرونومن در آکوزاتیو mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie هست. اگر دقت کنید میش معنی من نمیده، معنی من را میده. یعنی ما را رو به صورت جداگونه در زبان آلمانی نداریم و با تحت عنوان آرتیکل و ضمایر آکوزاتیوی میتونیم این را رو اضافه کنیم. ich میشه من، میش میشه من را، dich تو را، این او مذکر را، es او خنثی را، sie او مؤنث را، uns ما را، euch شما را، sie آنهای جمع را و sie شما یک نفر مؤدبانه را.
گفتم این که آکوزاتیو چه تغییری ایجاد میکنه و فرقش با نومیناتیو چیه، از طریق ضمایرش، تغییر ضمایر و تغییر آرتیکل ها هست. توی آکوزاتیو با اینکه میگیم تغییری اتفاق نمیفته، دی، داس و دی پلورال مشابه نومیناتیون، ولی تو آکوزاتیو هم این آرتیکل ها رو داریم. تغییری که اتفاق میفته برای ماسکولین هست. در میشه دن، به تبع آین میشه آینن، کاین میشه کاینن، ماین میشه ماینن، داینن و غیره. پس دن نمیشه آرتیکل او مذکر، میشه آرتیکل او مذکر را. دی آرتیکل او مؤنث را. داس آرتیکل او خنثی را، یا دی آرتیکل جمع را. مثلا زاغا کافت شوه، گفتیم اون بشتیم تا آرتیکل برای جمع نداریم، پس یا میشه شوه یا میشه دی شوه. زاغا کافت زی یعنی آنها را. این زی از اینجا متوجه میشیم که آکوزاتیوه که در جایگاه سوم اومده. همینو من میتونم سارا هم تغییر بدم. زی کافت زی، زی برمیگرده به سارا و این زی برمیگرده به آنها که جمع شوه هست. هاتف نیمت دن بوس، نیمت این. میگه هاتف انتخاب میکنه یا میگیرد اتوبوس را. خب اتوبوس را، این دن گفتیم معنی را رو اضافه میکنه، ضمیر آکوزاتیو ماسکولین میذارم و هاتف چون در جایگاه فاعلیه ضمیر نومیناتیوی ماسکولین میذارم. نیمت این. میرم سراغ قسمت بعدی که داتیو هست. سوبجکت، ورب و داتیو تو جایگاه سوم داریم که بازم گفتم ورب تعیین کننده است که داتیو نیاز داریم، آکوزاتیو یا نومیناتیو، مثل ورب های گهوغن، زاگن، هلفن. داتیو معنی به، از، با و برای رو همراه با خودش داره، یعنی هر وربی که نیاز به حرف اضافه به داشته باشه، از، با و برای. پرسونال پرونومن این داتیو رو چک میکنیم. میا نمیشه من، میشه به من، از من، با من، برای من. دیا نمیشه تو، میشه به تو، از تو، با تو، برای تو. این نمیشه او مذکر، میشه به او مذکر، از او مذکر، با او مذکر و برای او مذکر. به تبع همینطور تا آخر اشخاص رو میریم. آرتیکل ها دم، اینم، کاینم، ماینم، داینم و غیره. در، اینا، کاینا، ماینا، داینا و غیره. دم، اینم، کاینم، ماینم، داینم و غیره. و دن اون بشتیم تا آرتیکل برای پلورال نداریم. کاینن، ماینن، داینن و غیره. پس این دم نمیشه آرتیکل مذکر، میشه به، از، با، برای اون آرتیکل مذکر و اینا رو تو جایگاه سوم با ورب های داتیوی میتونیم داشته باشیم. مثلا ich sage meiner Mutter، من گفتم. خب میدونیم گفتن حرف ورب داتیویه و به داتیو به چه کسی گفتی. ich sage meiner Mutter، من گفتم به مادرم. ich sage ihr، حالا به جای meiner Mutter میتونم ضمیر داتیوی اون مؤنث رو بذارم که میشه ihr. ich sage ihr. ich helfe meinem Freund، ich helfe ihm، به جای meinem Freund میتونم بذارم ihm. در ارتباط با ورب های گهوغن و گفالن اصولا میگیم به چه کسی تعلق داره و اون شخص تو جایگاه داتیو میاد. اوکی؟ پس میگم دیزه هاندیز، این گوشی ها تعلق دارن به شما. دیزه هاندیز گهوغن اویش. پس گهوغن و گفالن اصولا شخصه که توش داتیو میشه و اون دینگه ها تو حالت نومیناتیو قرار میگیرن. داس هاندی گهوغت دیا، این گوشی تعلق داره به تو. حالا یه سری ورب هم داریم که علاوه بر آکوزاتیو به داتیو هم نیاز دارن که بهشون میگیم zwei objektive وربن یا دو مفعولی، که علاوه بر سوبجکت و ورب تو جایگاه سوم داتیو و آکوزاتیو میتونیم داشته باشیم، جفتش رو. خب حالا اینجا ایجاد میشه این سوال که خب کدوم اول بیاد، کدوم دوم بیاد. 3 تا قانون داریم، 3 تا رگل داریم برای این ورب ها. اگر قرار باشه هم آکوزاتیو هم داتیو در حالت اسم آرتیکل دار بیان، در حالت نومن بیان، یعنی اسمی که آرتیکل دار دارن، اول داتیو میاد بعد آکوزاتیو میاد. اگر قرار باشه یکیشون در حالت نومن یا اسم آرتیکل دار بیاد و اون یکی در حالت ضمیرش بیاد که ضمیر آکوزاتیو و داتیو الان با هم یاد گرفتیم، اول ضمیر میاد، مهم نیست آکوزاتیویه یا داتیوی، بعد اون اسم آرتیکل دار میاد. و اگر قرار باشه جفتشون در حالت پرونومن یا ضمیر بیان، اول ضمیر آکوزاتیوی میاد بعد ضمیر داتیوی میاد. به عنوان مثال خب وربایی که مثلا داریم گبن، اصولا این حالت ایجاد میشه که به چه کسی چه چیزی را دادی. زاگن، به چه کسی چه چیزی را گفتی. امفلن،
به چه کسی چه چیزی را توصیه کردی. کافن، برای چه کسی چه چیزی را خریدی. میریم سراغ ورب کافن. من مثلا با کافنه، شما میتونید تو کامنت ها با هر کدوم از این ورب ها که خواستین مثال بنویسین. خب تو حالت کافن من تصمیم گرفتم که هم نومیناتیو، هم آکوزاتیو، هم داتیو هم در حالت نومن بیان. Ich kaufe meinem Bruder ein Buch. گفتم وقتی قرار باشه جفتشون رو با اسم آرتیکل دار بیارم، اول قانون اینه داتیو بیاد بعد آکوزاتیو. Ich kaufe meinem Bruder ein Buch. اصولا داتیو یه شخص هست و آکوزاتیو یه دینگه هست. من میخرم برای برادرم یک بوخ، یک کتاب. حالا یکیشو با پرونومن میخوام بیارم، یکیشو با اسم آرتیکل دار. جفتشو با مثال مینویسم که بدونیم میتونه این اتفاق بیفته. مثلا توی مثال اول تصمیم گرفتم ضمیریه داتیویه باشه، اونی که اسم آکوزاتیویه باشه. Ich kaufe ihm، خب میگم ماین بودا، او مذکره، پس او مذکر در حالت ضمیر داتیویشو میارم. Ich kaufe ihm ein Buch. حالا میام تو مثال بعدی میگم حالا آکوزاتیویه رو میخوام با ضمیر بیارم، اون یکی رو با نومن بیارم. Ich kaufe es meinem Bruder. اس ضمیر آکوزاتیوی ein Buch و meinem Bruder رفت بعدش قرار گرفت. پس اینجا بستگی نداره که کدوم داتیو کدوم آکوزاتیو، مهم اینه که اول پرونومنه بعد بیاد، حالا چه داتیو چه آکوزاتیو و بعد نومن. در حالتی هم که قرار باشه جفتش پرونومن بیاد، اول آکوزاتیو بعد داتیو. Ich kaufe es ihm. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اینکه اگر سوالی داشتین خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسین و اینکه علاقه دارین ویدیو بعدیمون در خصوص کدوم گراماتیک باشه. بازم ممنونم از نگاهتون.